بلد باش رقیب تو گول بزن تا در نهایت برنده بشی. شروع بازی گلیا پوچ باشیم کارگردان باشیم بزنیم بچه باشیم اصلا نباشیم بریم. شما این پایین رو نمیبینیم، ما یک زنگ این پایین داریم، ما میخواستیم شما این پایین و ما 5 تا دوربین اینجا داریم، 5 تا چیز داریم و 5 تا کارت اینجا داریم که رو هر کدوم از این 5 تا کارت خب امکانش داری که بیاری مثلا یه دونه چیز 5 تا دوربین هم داریم. اینم نشون بده. شیریا خط جلو دوربین. آقا ما خط شیریا خط. آقا ما شیریم این دفعه. ما همیشه شیریم. اشکال نداره. همیشه شیریم. شیر. خب الان من و مجید که در واقع گل پخش کنیم وسط دوئل داریم. برنده بازی شروع میکنه. این گل گله. چپ بود اوه چی شد؟ یه دست دادم دیگه نه دیگه اینجوری نمیشه؟ نمیدونستم آقا نمیدونستم گله؟ بریم گله؟ دایمت همیسا قشنگ اینجوری رد شد؟ رد شد وایسا آقا نه وایسا گل شما تو کامنت ها حدس بزنید. آقا محمد به کامنت برتر هفته چی جایزه میرسه؟ چی جایزه میرسه؟ شرابو بیاریم اینجا خفه شو ببند دیگه منو موافقم. نمیدونم چرا اصلا هیچ جوره من به دست محبوب نیستم. منو موافقم. خالی بازی بدیم دست سرمن مرد از یه خالی بازی کنم بهش پوش بده بگی تو گل بیاری دیگه گل بیاری تو گل من نمیده خالی بازی بده خالی بازی ما بخوام نمس میکنم خیلی سخته از الان که نگم کار بسته نه از کار استفاده کنی؟ شهامت نداری تک ضرب بزنی بدی نداری. بره؟ پارسا رو گل کردی؟ آقا من این سوال دارم مگه موضوع چنل من 10 سال تا اسکار نبود؟ چرا ما به چی شد که ما به اسکار چه ربطی به همه اینو داره؟ پوچ بده آقا شما میخواید به اسکار برسید نباید گل یا آقا خفه شو بدم پوچو چیو بدم پوچو بده راستشو یا چپشو بگو چیو پوچ کنیم محبوب راستش پوچ کن اون راست پوچ پس تک ضرب نگرفتی شهامت نداشت راست اینم بدن هم پوچه راستش به نظر من آره این یه کارت پارسا پوچ نده ای کریس رامیس بده کرد یکی راست این پوچ بده آریان راست راستم پوچه بودم رو آریان محبوب اینا موضوع تجاوز جنسی محبوب آخه بدبخت من با اون فیست تو رو نگاه کنم یعنی به فش میدم آخه خرالک زنی محبوب شمشیر رو در نگه محبوب بعد اینکه داره پخش میکنه میتونه بازم بازی انجام بده.
کنم دست خودشه نمیدونم یا پارسا بده یا خودش حالا بازی کنم راستش نمیشه اگه بخواد چیز کنه اون ولش پارسا رو بده یه خالی دیگه بازی کنم پارسا یه خالی چپش راستش دست اونه میخواد یعنی پوش بده پوش بده محبوب بوشه محبوب بوشه یه ضرب بزن تو میتونی باید بریم ضرب رو بزن چی الان؟ من درست سینی چپه یعنی اونو اصلا نداری؟ اشتباه میکنی؟ تو چی داری؟ تو اون دست آره من اونو دارم تو چیز میکردی؟ بار میکردی؟ چپشو دارمست میکنم چپشو داری؟ ولی تو پوچ بده ولی آقا تو محبوب سنگ مفت بزنی پوچ نده چیز تگزن نده کلی نده سنگ مفت زوده خیلی زوده آقا زودش ما هم گل بیاریم داشت الان به این 6 تا سنگ بزنی هیچ اتفاقی نمیفته وقتی به این 4 تا دست چک بری این درصد تو بود خب خلاص پاسو چپ تو دوباره پاسو چپ وای راستش بود هنر راستش بود حاجی راستش بود فایده نداره داداش دو هیچ این بهتر که 20 هیچ بشیم که چه حرفی میزنی ها دلش نخواستی پخش کنه به حرف من اعتماد کن یه حرکت اینجوری بزنم چون گفت به این خواهی نره چپش پوچه راست گل چپش پوچه بگو اسمش گل؟ آره اجازه وایسه بگو اینقدر بگو چپش پوچه نه وایسه بگو سیگیش میشیم بگو داداش فتو صد دیگه راست گل چی کار داری میکنید این بالا آقا اصلا تو چجوری گربه ای تو مگه اوه چه تکونی میده اینجا غیری داره میده خالی جاتون خالی آقا برو کنار گرزه برو کنار سگا اینجا چیزم پرنده بچمان این محل بریم بخوریم خوشمزه چند میدی بهش از یکی چند میدی بهش خدافظ ما اینجا داریم پی اس بازی میکنیم دوستان عزیز اون آقایون چیزن لعب و لعب میگن چه میگن؟ لعب و لعبن اونجا ما اینجا آدم خوبی هستیم و داریم پی اس بازی میکنیم وایدیو میخواییم خدا وای قبول داری اینجا ته دنیا میتونه باشه؟ ماشین عمرن از این نه چرا؟ میشه داداش میشه یه ترمز بزنی رفت آره خب خیلی لیزه واقعا زیباست ما بیدار شدیم و با همچین صحنه رو داشتیم و برگشت ما با خداست چون من ماشینم واقعا نمیکشه باید بریم که روشن بشه بریم چه خاکی سرمون میریزیم غذا صبحانه بخوریم و برگردیم دیگه لیتس گو حاجی کامرمن سلام دوستان خوش اومدید به ویدیو جدید از کانال آرژیک ما تصمیم گرفتیم که یه راه طولانی بریم اون برفا رو میتونید زوم حالا نگردی ولش کن مشخص بشه حالا شاید سوال بپرسید که آریان کجاست آریان نیست دیشب از دستش دادیم متاسفانه گرگا خوردن بریم قطعش من داشت یه مسابقه 2 هستی بریم فقط دوربین میگردیم چیکار نداره هدف همین امیررضا از پشت بگیر
بیا میشم بخندیم ناموسن. آقا ما 10 دقیقه است داریم پیاده روی میکنیم و هنوز حس میکنم چسبیده به خونه‌مونیم، هیچ تغییری نکرد. نظر شما چی آقا مجید؟ نظر من اینه که لفور یکی از منابع طبیعی بکری داره دوستان. همونجوری که می‌بینید کفش مجید رو بخورم. پشموش از من. تو کفشش سته بود شلوارش. آره. پشمو. اینجام که رودخونه داریم. ما قراره برسیم به اون برفه. قراره. حالا یه بازه زمانی 3 ساعته براش گذاشتیم. 3 ساعت فاکینگ پیاده روی سربالایی. ببین چی میشه دیگه. اینم که تو احمق. بزنیم. احمق. ما اومدیم این سمت ولی خب اون دو تا نمیتونم پاش بدم، هنوز اون سمت موندن. تو زندگیتون باید میام گوشم میگیرم ازش. بیای بزن گوشم میگیرم ازش. درجان از چکنی من نگیر. بگیر. لذت عشق. بذار اینجا رو بهتون نشون بدم. اینجا به شالیزار برنج. خب حالا چون اینجا زمین کوه شکله دیگه، کوهیه و شیب داره، شالیزار رو به این شکل در میارن. 98% کانتنت های ما کانتنت خوشچه. آره مجید تو دوباره داری توفول میشی. من اون مجید قبل رو میخوام. ببینم میتونی انقدر بخوری که برسی به مجید قبل. اگه من این سنگ مجید قبلی که توفول. آره اونجوری. بچه‌ها اگه دو چنل آریان ندیدید حتما چکش کنید. آره چنل قبلی آریان. محمد تو میتونی محمد. برمیگردیم به سمت آریان خونه است نیومد. حالا چراشو خودش بعدم بهتون میگه. چقدر اینجا خوشگل بود، خیلی خوشگل بود.